دلیل 6 گوشه بودن قبر آقا عبی عبدالله به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه آقا علی اکبر تو سینه آقا عبی عبدالله دفنن و آقا علی اکبر پای آقا عبی عبدالله. این دلیل 6 گوشه بودن قبر آقا عبی عبدالله. یک کسی ازتون سوال کرد گفت دلیل 6 گوشه بودن قبر آقا عبی عبدالله به خاطر چیه؟ ببین به خاطر اینکه آقا علی اصغر تو سینه عبی عبدالله و آقا علی اکبر پای آقا عبی عبدالله دفن هستن. این دلیل 6 گوشه بودن قبر آقا عبی عبدالله است. خب تو حرم آقا عبی عبدالله چه مکانهایی رو زیارت میکنیم؟ اول از قسمت درب بین الحرمین که وارد میشین قبر آقا حبیب ابن مظاهر رو 2 مرتبه زیارت میکنیم. از قسمت برادرها قبلا خواهرام هم اینجوری بود، ولی الان فقط از ورودی قسمت برادرها از درب باب القبله که وارد میشن آقا حبیب ابن مظاهر رو 2 مرتبه زیارت میکنن. به خاطر چی آقا حبیب رو 2 مرتبه زیارت میکنن؟ به خاطر این که آقا حبیب ابن مظاهر 2 مرتبه به عشق عبی عبدالله جان. یکی موقعی که خردسال بود آقا حبیب ابن مظاهر، موقعی که کوچیک بود عبی عبدالله و آقا حبیب ابن مظاهر عشق آقا عبی عبدالله رو داشت. یک روز آقا مظاهر پدر حبیب آقا عبی عبدالله و آقا امیرالمومنین رو خونهشون دعوت کرده بودن. حبیب رفته بود بالای پشت بام نگهبانی بده که خبر آمدن آقا عبی عبدالله رو به خانواده‌اش اطلاع بده. همینجا آقا حبیب ابن مظاهر از بالای بام به زمین افتاد و اونجا از دنیا رفت. مظاهر بدن حبیب برد داخل اتاق. وقتی آقا عبی عبدالله وارد خانه شدن اول سراغ حبیب رو گرفتن. اینجا مظاهر گفت به عشق عبی عبدالله از بالای بام به زمین افتاده و از دنیا رفته. آقا عبی عبدالله رفت کنار بدن حبیب، دستشو برای دعا بلند کرد و از خداوند خواست خداوند عمر دیگه‌ای و آقا حبیب ابن مظاهر داد. یکی از موقعی که قافله عبی عبدالله وارد کربلا شد، ببینید آقا عبی عبدالله وقتی قافله‌اش وارد کربلا شدن، آقا عبی عبدالله که قصد جنگ و خونریزی نداشتن. اگه قصد جنگ داشتن چرا زن و بچه با خودشون بیارن؟ چرا طفل 6 ماهه با خودشون بیارن؟ پس آقا عبی عبدالله وقتی اومده بودن اینجا بیعت گرفته بودن، نامه هزار نامه برای دعوت عبی عبدالله فرستاده بودن که همشون پشت کردن، وگرنه که آقا عبی عبدالله اینجا که قصد جنگ نداشتن. وقتی قافله عبی عبدالله وارد کربلا شد، اول آقا عبی عبدالله پول دادن، زمین کربلا رو خریداری کردن، به خاطر اینکه ظاهراشون وقتی که بیان زیارت قبرشون رو زمین غصبی نماز نخونن، رو زمین غصبی حرکت نکنن. پس اینجا وقتی قافله عبی عبدالله وارد کربلا شد، تمام راه‌ها رو عبیدالله بسته بودن. تمام راه‌ها رو عبیدالله بسته بود که کسی خودش رو به قافله عبی عبدالله نرسونه. اینجا خبر به گوش حبیب ابن مظاهر رسید، گفت من کوفه باشم قافله عشق برسه خودم رو نرسونم. چیکار کرد؟ سریع و سه خودش رو از طریق شد شنا کرد، به قافله عبی عبدالله رسول و روز عاشورا پیرترین فردی بود که در واقعه عاشورا جنگید و در مقام عبی عبدالله شهید شد. این به خاطر همینه که 2 مرتبه آقا حبیبو از قسمت برادرها هم در رفت و هم در برگشت آقا حبیب ابن مظاهر رو زیارت میکنن. شادی آقا حبیب ابن مظاهر یک صلوات عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان خواهشاً خانم غلامی جان گوشیتون رو خاموش کنید، حواسا پرته. همه دارن چیزی میخوان صحبت کنیم نمیتونن. یک صلوات بگید خانم غلامی شما نمیخوان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینم شیرین کاریه این عزیزمون. نه اینا هم خانم غلامیه، شما هم خانم غلامی، من هم خانم غلامیم. خب سلامتی خودتون هم یک صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب این از قبر آقا حبیب ابن مظاهر. بعد کجا رو زیارت میکنیم؟ گودی قتلگاه. چراغای قرمز رنگ بعضیا خودشون میگن اینجا کجایی؟ اونایی که سفر اولشونه. چراغای قرمز رنگ هست که کنارش هم قبر آقا حبیب ابن مظاهر قسمت خانمایی که زیارت میکنن. این چراغای قرمز رنگ و اون زری مشبک شکل اونجا میشه گودی قتلگاه، جایی که روز عاشورا شمر ملعون رو سینه آقا عبی عبدالله نشسته بود و سر آقا عبی عبدالله رو از تن جدا میکرد. واقعا دل میخواد آدم بره قتلگاه رو زیارت کنه.
سعی کنیم به قتلگاه رو از دور ببینیم، اصلا نریم کنار قتلگاه. واقعا سخته، آدم قلبش سنگین میشه. قتلگاه رو نگاه میکنی خیلی سخته، تجسم کنی خیلی سخته. بیبی زینب کبرا روز عاشورا دیروز هم خدمتتون گفتم بالای تل زینبیه نگاه میکرد که شمر ملول رو سینه برادرش، سر برادرش رو اصلا جدا میکرد. نگاه کردنش، تجسم کردنش خیلی سخته. پس شد اون چراغای قرمز رنگ میشه رودی قتلگاه، جایی که روز عاشورا شمر ملول رو سینه آقا ابی عبدالله، سر آقا ابی عبدالله رو از تن جدا کرد. و بعد کجا میریم؟ یک ذریعه هست، ذریعه کوچیکیه که میشه قبر آقا ابراهیم مجاب.